سلام و شبتون بخیر. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با دکتر فائزه که امروز می‌خوایم در مورد شوره سر صحبت کنیم. چون شوره سر ریشه کن نمیشه، فقط کنترل میشه، پس لازمه که هر کسی که یک بار هم تو زندگی شوره سر رو تجربه کرده این ویدیو رو ببینه. برای اینکه نظم مطلب بهتر بشه، من به شکل سوال و جواب این جلسه رو برگزار می‌کنم. و از شما عزیزان دعوت میکنم هر سوالی که در مورد شوره دارید و توی این ویدیو بی پاسخ میمونه رو برام توی کامنت ها بنویسید که توی قسمت بعدی فقط به سوال شما جواب بدیم. سوال اول، علت شوره چیه؟ علت شوره دقیقاً مشخص نیست. اینکه چرا بعضی آدما شوره سر میگیرن ولی بعضیا نمیگیرن. ولی تو مطالعاتی که انجام شده در این حد میدونیم که وقتی شخصی سیستم ایمنی ضعیف‌تری داره، شوره براش بیشتر اتفاق میفته. شخصی که استرس بیشتری تحمل میکنه، شوره براش بیشتر اتفاق میفته، چون استرس به تبع سیستم ایمنی رو ضعیف‌تر میکنه. چون علت و ریشه اصلی شوره قارچی هستش که کف سر همه آدما زندگی میکنه به اسم مالاسزیا. وقتی سیستم ایمنی ضعیف میشه، به این قارچ که به شکل نرمال بیاین فرض کنیم 5 تا دونه باید کف سر همه آدما وجود داشته باشه، میاد به 15 تا دونه افزایش تعداد میده. سیستم ایمنی ضعیف شده و این قارچ میتونه رشد بیش از حد در حضور سیستم ایمنی ضعیف پیدا بکنه و اینجوری میشه که التهاب اتفاق میفته و به دنبال اون التهاب اون پوسته ها ظاهر میشن. سوال دوم، آیا شوره همون درماتیت سبورئیکه؟ نه، ولی شوره و درماتیت سبورئیک دو سر یک طیف از بیماری قارچ مالاسزیا هستن. آیا شوره فقط مال کف سره؟ خیر، قارچ مالاسزیا میتونه هر جایی که روغن وجود داره، چربی وجود داره رشد کنه. به خاطر همین بیشترین جایی که شاهدش هستیم کف سر، کناره های بینی، پس سر و اطراف گوشه که روغن مو میتونه اون قسمت ها وجود داشته باشه. پس هر جایی که چرب باشه شوره ممکنه اتفاق بیفته. آیا شوره به بهداشت هم ربطی داره؟ خیر، نمیشه گفتش علت ایجاد شوره اینه که فردی بهداشتش ضعیفه اصلا. اما اینو میدونیم اگر بهداشت رعایت نشه، شامپوی مرتب استفاده نشه، حموم مرتب انجام نشه، قطعا شوره بدتر میشه و بیشتر میشه. چه چیزی بجز حموم نرفتن میتونه شوره رو بدتر کنه؟ کسایی که بیماری‌های نورولوژیک دارن، مثلا تو مطالعات دیده شده کسایی که پارکینسون دارن یا داروهای تشنج استفاده میکنن بیشتر با شوره درگیر میشن. پس تا اینجا یاد گرفتید که هر وقت تجمع چربی اتفاق بیفته شوره میتونه بیشتر بشه. واسه همینم هست که مرتب حموم رفتن، مرتب شامپو کردن موها خیلی مهمه. یکی از باورهای اشتباهی که در مورد شوره وجود داره اینه که با روغن زیتون درمان میشه، در حالی که روغن زیتون به خاطر بافت روغنیش قطعاً باعث تشدید شوره میشه و هر چیزی که باعث بشه کف سر شما چرب بشه، مثل اویل تراپی، روغن تراپیایی که برای رشد مو انجام میشه، روغنایی که به ساقه موها میزنید، همه اینا توی افرادی که مستعد شوره هستن میتونه از علتهای بدتر شدن شوره باشه. درمانهایی برای شوره وجود داره. اولین درمان که به نظر من برای شوره‌های خیلی خفیف باید استفاده بشه، حموم کردن مرتب. یعنی کسی که شوره داره بیاد هر روز حموم کنه. این باعث میشه شوره‌های خفیف خیلی راحت رفع بشن با همون شامپوهای معمولی. به عنوان درمان دوم شما میتونید از شامپوهای ضد قارچ، شامپوهای ضد شوره استفاده کنید که این شامپوها ترکیبات خاصی باید داشته باشن. چه ترکیباتی؟ اون چیزایی که به گوش شما آشناست: کتوکونازول، ترکیبی مثل سلنیوم سولفاید، زینک پریتون، سالیسیلیک اسید و حتی خود صابون سولفور به تنهایی میتونه روی درمان شوره موثر باشه. این دیگه از ترکیباتی که خیلی خوب روی شوره تاثیر میذاره کلتاره، ولی یه خورده داستان استفادهش با بقیه اون ترکیباتی که گفتم متفاوته، واسه همین قبل از استفادهش بهتره حتما با پزشک مشورت کنید. پس هر شامپویی که شامل این ترکیباتی باشه که عرض کردم خدمتتون میتونه روی شوره موثر باشه. مثالش هم همون شامپوی هد اند شولدرز معروفی که همه میدونید ضد شوره است. البته که این ترکیبات رو داروخونه‌ها هم دارن و میتونید تهیه کنید. این چیزیه که شما خیلی راحت میتونید بدون نسخه پزشک هم تهیه کنید. اما یه وقتایی قضیه فراتر از این حرفاست، تبدیل به درماتیت سبورئیک میشه، به قسمت‌هایی از پوست نفوذ پیدا میکنه. بنابراین لازم هستش که درمان‌های ضد التهاب یا ضد قارچ‌های خوراکی هم به این پروسه اضافه بشه. اما نکته خیلی مهمی که اینجا برای درمان شوره حیاتی هستش، بحث سویچ آف کردن شامپو است. شما نباید یک شامپو رو به شکل مرتب و منظم، مخصوصا بیشتر از 2 ماه استفاده کنید. یعنی بین این ترکیباتی که گفتم باید در گردش باشین، سایکلینگ شامپو انجام بدید. چرا؟ چون این قارچ مالاسزیا خیلی قارچ باهوشیه و راحت یاد میگیره که در حضور این ترکیبات هم رشد کنه.
پس بهتره که یه همون در میون یا یه ماه در میون یا چند هفته در میون برند شامپو و ترکیب فعالش رو عوض بکنید، مخصوصا اگر درگیر شوره مقاوم شدید. بعد از اینکه شورتون هم کامل درمان شد، بهبود پیدا کرد، اون حموم رفتن مرتب و جدی بگیرید. بعضی از مریضا میان میگن ما این حموم رفتن زیاد، این حموم رفتن مرتب ساقه موهامون رو اذیت میکنه. خب این شکایت خیلی شایعه و کاملا هم درسته. اینجا بهترین راهکار این هستش که شما از تکنیک ریورس کاندیشنینگ استفاده کنید که 2 ویدیو قبلتر در موردش توضیح دادم. من شامپوی ضد شوره استفاده میکنم ولی شورم درمان نمیشه. به احتمال خیلی زیاد شما از شامپوی ضد شورتون اشتباه استفاده میکنید. توی این قسمت از صحبتمون میخوام در مورد چند تا نکته بهتون توضیح بدم که موقع مصرف شامپوی ضد شوره حواستون باشه. یکی اینکه داخل حموم قبل از اینکه شامپوی ضد شورتون بزنید، اول با یه شامپوی معمولی کف سرتون رو بشورید که زمانی که میخواین اون شامپو ضد شوره رو استفاده بکنید ترکیباتش راحت‌تر جذب بشه و درگیر اون لایه چربی اضافه کف سرتون نشه. وقتی هم که شامپوی ضد شوره رو زدین، به همه جای سرتون بزنید. بعضی وقتا بیمارا میگن من فقط اینجای سرم شوره داره، من فقط اینجای سرم شوره داره، پس فقط به اینجا شامپو میزنم. این اشتباهه. شما باید همه کف سرتون رو به شامپو آغشته کنید. نکته سوم، بعد از اینکه شامپو رو زدین نباید بلافاصله بشوریدش، بلکه باید حتما بهش 3-4 دقیقه فرصت بدین که کف سرتون بمونه و فرصت جذب شدن داشته باشه. ضمن اینکه اینجا این نکته رو باید بگیم که این شامپوها فقط برای پوست کف سرن و لازم نیست به ساقه موهاتون بزنید، چون نباید اصلا واکنش با ساقه موهاتون بدن و اگر این اتفاق بیفته ممکنه یه ذره ساقه موهاتون هم خشک بشه. بعد از اینکه شامپو رو آب کشی کردین، بهتره ترکیب اضافه‌ای مثل روغن و ماسک مو اینجور چیزا به کف سرتون نزنین، چون در واقع دوباره دارید محیط رو چرب و فراهم میکنید واسه اینکه اون قارچه رشد کنه. زمانی هم که شروع کردین روتین عالی که باعث میشه شورتون کنترل بشه رو پیدا کردین، باید در گردش باشید بین شامپوهای مختلف، چون اگر بخواین مدام اون شامپویی که یه بار بهتون جواب داده رو استفاده کنید، به مرور زمان میبینید که اون قارچ بهش مقاوم شده و همون شامپویی که همیشه هم بهترین جواب میداده دیگه جواب نمیده. اگر دیدین که این قسمت‌های صورتتون یا گوشاتون یا پس سرتون یا ابروهاتون داره پوسته میزنه، یعنی کار از کف سر گذشته و مالاسزیا حالا داره روی بقیه جاهای بدن شما رشد بیش از حد انجام میده. تو آقایون ناحیه ریش ها هم میتونه درگیر بشه. توی این مرحله وقتی التهاب و قرمزی هم به علائممون اضافه بشه، میگیم درماتیت سبوریک اتفاق افتاده. درماتیت سبوریک که ذره درمانش مفصل تره، ولی از این روتینی که بهتون گفتم خیلی خارج نیست. و به عنوان نکته آخر، هر چیز سفیدی که کف سرتون دیدین شوره یا درماتیت سبوریک نیست. خیلی از بیماری‌های دیگه مثل اگزماهای پوستی، مثل سوریازیس میتونن تقلید کننده علائم شوره باشن. دوستتون دارم و خدا نگهدار.